سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من حسین هستم، از کرج تماس میگیرم. آقا حسین از کرج. میخواستم راجع به همین چیز صحبت کنم، زیارت کربلا و اینا. بفرمایید برادر عزیز. یه حدیثی از اصول کافی میگه قال امیرالمومنین علی علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حتم القبور و کسر الصخور. اصول کافی جلد 6 صفحه 528. بله. حضرت علی میگه پیامبر من رو فرستاد تا گنبد و بارگاه رو از اون می‌برم. این راجع به همون زیارت کربلا که این شیابش اعتقاد دارم. درست. بعد یکم آقا راجع به همین اینا که میان زنگ میزنن میگن راجع به دعای شما صحبت کنید فلان. می‌خواستم این عزیزان بگم خواهش کنید مسیر برنامه رو عوض نکنید. بله. آقا انتونی اگه بخواد راجع به این قضیه صحبت کنید باید 20 تا فقط برنامه واسه جنایت‌های آقای بشارفت بذاره تو برنامه‌اش. درست. کاری که تو اصولی نکرده. درست. آقا دیگه مدام نمیشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. تشکر از شما برادر بزرگوار. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. آنچه که برادر عزیز و بزرگوارمون آقا حسین فرمودن، من انشالله که این رو دارم در اصول کافی، کتاب اصول فروع کافی است، جلد 3 تا 5، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، چاپ سال 2008، در صفحه 103 باب 139. اینجا از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از ابی عبدالله که میگه لا تطین القبر من غیر تینه، یعنی غیر از آن خاکی که از قبر بیرون میشه خاک دیگری رو بر روی قبر نیندازید. در روایت 777 هم در اینجا از ابی عبدالله روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن ان یزاد علی القبر تراب لم یخرج منه، غیر از اون خاکی که از قبر خارج میشه خاک دیگری بر روی قبر انداخته نشه. و روایت های دیگری هم وجود داره در این دوستان اگر نشون بدن، تهذیب، کتاب تهذیب الاحکام از شیخ توسی، صفحه دومش، چاپ سال 2008، در صفحه 239 از امیر مومنان علی رضی الله تعالی عنه روایت است که ایشون فرمودن من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام، کسی که یک قبری رو تجدید بنا بکنه و بسازه این انسان از اسلام خارج شده است. اینا روایت فراوانی وجود داره از اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که من کردن. همین در تهذیب صفحه 240 رو دوستان اگر نشون بدن، روایت 1501، روایت 1502، روایت 1505، در اینجا ببینید که روایت خیلی صریح از ابوالحسن موسی بن جعفر روایت شده که از بنا علی القبر والجلوس علیه الیصلح، ساختن بر روی قبر و نشستن بر روی قبر آیا جایز است؟ قال لا یصلح بناء علیه ولا جلوس ولا تجسیسه ولا تطعینه. نشستن بنا ساختن، گنبد و بارگاه ساختن بر قبر، نشستن بر قبر و گچکاری و گلکاری بر روی قبر جایز نیست. این که در کسانی که معتقد به مذهب شیعه باشن که این روایت های جسته گریخته در بین کتاب هاشون وجود داره که ائمه اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین از این چیز منع کردن. و در کتاب وسایل شیعه دوستان اگر نشون بدن، وسایل شیعه، این صفحه بعدش در اینجا یک بابی رو داره، باب 36 در کتاب الطهاره صفحه 625.
بابی که کلا روایاتی که من کرده شده از این که غیر از خاک قبر چیز دیگری بر روی قبر انداخته بشه. این رو شما می‌بینید که چه کفریات و شرکیاتی بر روی قبرها در ایران و در جاهای دیگه بنا کردن. و در باب بعدی، باب 44 دوستان عزیز نشون بدن صفحه 629، در اینجا یک بابی رو آورده که باب کراهیت ساختن بنا، یعنی گنبد و بارگاه بر روی قبرها، فی غیر قبر النبی والائمه والجلوس علیه و تجسیس. اینجا یک دروغی رو آورده که غیر از قبر نبی و قبر ائمه. روایت صحیح وجود نداره که استثناء شده باشه. ببینید اینجا از علی ابن جعفر روایت است که سألت ابو الحسن موسی بن جعفر عن بناء على القبر والجلوس عليه هل يصله قال لا يصله البناء عليه ولا الجلوس ولا تجسيسه ولا تتئينه. همون روایت قبلی که ساختن بنا بر روی قبر، گچکاری و گلکاری بر روی قبر جایز نیست. و در اعتقاد اهل سنت که در این مسئله اجماع وجود داره که ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبور جایز نیست.